سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. میخوام ریاکت کنم به یه سری ویدیو یوتیوبی، ویدیوهای سم از ترکیب هوش مصنوعی، ریمیکس موزیک و هری پاتر. خیلی عجیب غریبه. این ویدیو رو به چند دلیل دارم میسازم. اول اینکه خب میخوام ویدیو یوتیوب بسازم، دوم اینکه خیلی از این ویدیو خوشم اومد، گفتم حتما ریاکت کنم که شما هم این ویدیو رو ببینید، با این کانسپت جدید آشنا بشید. خیلی خفنه. سوم به خاطر یکی از دوستای خوبم، امیرحسین، همیشه بهم میگه که ریاکت خیلی محتوای تاپ و نامبر وانیه، حالا نامبر وان نباشه نامبر 2 و همیشه دوست داره که ویدیو ریاکت ببینه. به منم میگه ریاکت کن. عاشقتم امیرحسین. بریم سراغ ویدیو اول. حالا ویدیو رو ببینید فازش رو کاملا متوجه میشه چیه. توی هاگوارتس پارتی گرفتن، هری پاتر رو برای بچه. امیدوارم که هری پاتر جدید بسازن و توش پارتی کنن. با موزیک فاز بگیر، نمیتونی فاز بگیری با تصاویر فاز بگیر. هوش مصنوعی سم، یه ادیت سم روش، یه موزیک سم روش، محتوای سوپر سم. نکن اینو. واو، اصلا تصویر چقدر خوبه دیگه. اگه شما هری پاتر فن هم باشید، چی میگم به هری پاتر فن ها؟ نه بس چیه، عشق میکنید با این ویدیو. ما اولاد هوش مصنوعی داریم رویاهامون رو میبینیم. حالا من همه رو به نسبت هری پاتر میشناسم. زن هری پاتر، دوست هری پاتر، دوست دختر هری پاتر، استاد هری پاتر، معلم هری پاتر. وای به به، ببین اصلا چی بگم من چی باید بگم؟ خودتون دارید میبینید، تصاویر گویای همه چی هست. دمت گرم هوش مصنوعی. مرسی ای آی واقعا. It's time to get ready for party number 2. Number 2 پارت دوم. I love you اسکابار. اوهنوس. دیگه ببین سمتر شد. پارت دومه. هوش مصنوعی فهمیده چی میخوایم. کسی هم وای نکن، صحنات مثبت 18 هم داره. صحنات بابا این چه کاریه با پروفسور میکنه؟ پروفسور حرمت داره. اسم جنه چی بود؟ دابی. با قیافه رو مست و پاتیل. لباسا رو، عینکا رو در آغوش هم. اصلا کلا فازش فرق داره ویدیو قبلیه، جز موزیکش همشش فرق داره. چه رفیق شدن با هم؟ آفگاتی که داره پروفسور خجالت بکش. من تا اونجایی که بشه سانسور نمی‌کنم، ولی فکر کنم یه چیزایشو باید سانسور کنم. چرا دو تا هری پاتر بودن؟ یا اون داداشا بودن؟ چی بود اسمشون؟ یادم نمیاد. لایک اند سابسکرایب. حالا بریم سراغ پارت سوم. پارتی شروع شده. دیجی هم فقط پروفسوره. حتی پارت قبلیش ولدمورت دیجی بود. ولدمورت ضحاک شده. جوراب فیری. یا خدا چه صحنه‌ای. چقدر تصویر واقعیه. خیلی باحاله. داره موشه رو بوس میکنه. بعضی از تصاویرش مثلا مشخصه کاملا هوش مصنوعیه، ولی یه سریشو نمیشه تشخیص داد. اینا که همش دستبند. اینا رو همش دستبند دستشه. Harry Potter, the boy who drank. هری پاتر، پسر که داره مینوشه. اوی چه فیلکی.
فکر کنم موزیک کپی رایتر بزنه بهم، ولی دیگه معتبر ریاکت دیگه کاری نمیشه کرد. دوستش هم حتما این ویدیوها رو شما ببینید. مرسی که ویدیو رو تا آخرش دیدید. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.